گریه‌های آریانا سعید به خاطر مردم افغانستان و کمک مالی آریانا سعید به سیلاب زدگان ولایت پلخمری که اصلا باورتان نمی شود. آریانا سعید اکنون در کجاست و کمک‌هایش از چه طریقه به مردم افغانستان ارسال خواهد شد؟ من در این ویدیو پیرامون حقایق این ماجرا خواهم پرداخت، پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی ایام به کامتان باد. شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب کانال دنیا اینفو. برای دوست شدن با این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا از ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو هم آگاه شوید. آریانا سعید، هنرمند خوش صدای افغان که با قلب مهربانش دلهای هزاران افغان را در سرتاسر جهان کسب کرده است. آریانا سعید به کارهای هنریش از سال 2006 آغاز کرد و توانست در میان هنرمندان افغانستان خوب بدرخشد. با آنکه سن زیادی از آریانا سعید نمی شود، ولی چندین بار من حیث داور و یاور در بزرگترین برنامه‌های رقابتی موسیقی افغانستان اجرای وظیفه می کرد. آریانا سعید اکنون مانند بارهای قبلش به مردم افغانستان بالخصوص سیلاب زده‌های ولایت بغلان کمک مالی کرده است. کمک‌های مالی آریانا سعید قرار است از طریق نهادهای خیریه به افغانستان برسد. وی در کشور ترکیه زندگی می کند و هنرمندی است که سرمایه میلیونی دارد. آریانا سعید علاقه‌مندان و طرفدارانش در سرتاسر جهان بیشمار می باشد. کنسرت‌های آریانا سعید بیشتر از 10,000 تماشاچی دارد و درآمد خیلی خوبی از کنسرت‌هایش داشته است. و اکنون در کشور ترکیه است، ولی در مراسم خوشی هموطنان افغانش در سرتاسر جهان اشتراک می کند. ما آرزوی موفقیت، سعادت و خوشبختی برای آریانا سعید از بارگاه عزت الله‌یزال تمنا داریم و صبر جمیل برای تمامی بازماندگان حوادث طبیعی در افغانستان و بهشت برین برای تمامی جانباختگان این حادثات طبیعی از بارگاه عزت الله‌یزال استدعا داریم. عزیزان و دوستان خوبم، شما هم نظریاتتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. اگر تا هنوز عضو کانال دنیا اینفو نشدید، پس برای عضویت با این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید. صحت و سلامتی برای شما نازنینان از بارگاه عزت الله‌یزال تمنا دارم. تا درود دیگر، هر یک از شما خوبان را به الله منان سپرده موفق و کامیاب باشید.